پدر مادر با شما میخوام صحبت بکنم. یه نگاه به دور و برتون بندازین ببینید بچه‌ها نباشن. آها نیستن؟ خیلی خوب بیجو. ببین ازتون خواهش میکنم به بچه هاتون یاد ندین حرف گوش کن باشن، بهشون یاد بدین به شما احترام بگذارن. اگه در مورد کاری میان با شما مشورت میکنن و بعد میرن کار خودشون رو انجام میدن، این دلیل بی احترامی نیست. اونا دارن خودشون رو تجربه میکنن، فکر خودشون رو تجربه میکنن. بهشون سرکوفت نزنین، حمایتشون کنین، حتی اگه تو اون کار شکست خوردن. اجازه بدین شما رو بهترین مشاور بدونن و باتون مشورت کنن. پس یادتون نره حرف گوش کردن نه، احترام گذاشتن آره.